به نام خدا سلام عرض میکنم. حامد اصلانی هستم با حل یک جدول نونوگرام با شما هم. جدول نونوگرام یه جدول ژاپنی هستش به اسم هانجیه. هانجیه که تو ژاپن معروف هستش، ما بهش میگیم نونوگرام. نونوگرام یه جدول خیلی باحاله. چرا؟ چون حالا تو حل جدول از عددها استفاده نمی کنیم. عددها دور کار ما هستن. یه جدول متفاوتیه، خیلی باحال و قشنگ و زیباست و اوج استدلال و منطق تو این جدول برقراره. حالا چجوری باید این جدول رو حل بکنیم؟ این عددهایی که دور جدول هستن به ما چی میگن؟ این عددها اینو به ما میگن. میگه که باید دو تا خونه به هم چسبیده رو اینجا رنگ بکنی و یه خونه جدا هم رنگ بکنی. منتها بین اون دو تا خونه به هم چسبیده و اون خونه تکیه باید حداقل یه خونه سفید فاصله باشه. میگم حداقل، یعنی میتونه خونه سفید بیشتری هم خالی باشه. اینجا همینطور، یعنی یه خونه تکی باید رنگ بشه با حداقل یه خونه سفید فاصله. سه تا خونه به هم چسبیده هم باید داشته باشیم و اینجا هم به همین ترتیب، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. حالا عمودی هم به همین ترتیب هستش. وقتی اینجا میگه 5 گذاشتم یعنی 5 تا خونه به هم چسبیده باید داشته باشیم. وقتی 1 گذاشته یعنی باید اینجا یه خونه فقط رنگ شده باشه. 2 و 1 وقتی داریم یعنی 2 تا خونه به هم چسبیده یه عمودی و حداقل یه فاصله بینش باشه و اون خونه تکی هم رنگ شده باشه. به این ترتیب ما میتونیم یه جدول نونوگرام رو بیایم و حلش بکنیم و کلی نقاشی باحال میشه با این جدول کشید. خب حالا اگر فهمیدید که این جدول اصولش چی هستش، میتونید ویدیو رو استاپ بکنید و خودتون برید جدول نونوگرام یه دونه حل بکنید و لذت ببرید و بعد نگاه کنید ببینید درست حل کردید یا نه. یا اگر مایل نیستید که خودتون حل بکنید و میخواید با من همراه باشید، اشکالی نداره، با هم همراه بشیم تا بریم یه جدول نونوگرام با هم دیگه حل بکنیم. این انتخاب با شماست. خب بریم یه جدول نونوگرام رو با هم دیگه حل کنیم. ببینید که من چجوری با این جدول برخورد میکنم. آقا اصلانی فرمولی، قلقی، قاعده، قانونی داره؟ نه، اصلا برای این به درد افزایش هوش میخوره که شما خودت با استدلال و منطق خودت درگیر سواله میشی. نگاه کن، من پیش خودم میگم که این جدول الان یه جدول 6x6، نونوگرام ها سایزهای مختلفی دارن. خب وقتی یه جدول 6x6 و من خونه هایی دارم که باید 5 تا به هم چسبیده رنگ بکنم، میرم سراغ اونا. پس یعنی اینجا نیست که به ترتیب باید اگه جایی شروع کنیم، نه، الان منطق من میگه برو سراغ اونایی که 5 تا به هم چسبیده دارن. خب وقتی 5 تا به هم چسبیده هستش، چون 6 تا ما اینجا داریم دیگه، وقتی 5 تا به هم چسبیده است، این 5 تا به هم چسبیده رو یا باید از بالا شروع بکنیم یا از پایین باید شروع بکنیم. بالاخره یه خونه فاصله میفته. اون یه خونه ای که فاصله میفته قطعاً وسطا نیست، یا از بالا خالی میفته یا از پایین. ولی من میدونم که هر اتفاقی بیفته این 4 تا خونه باید رنگ بشه. حالا یا اون پنجمیه اینجاست یا اینجاست، فعلا مطمئن نیستم، پس باهاش کاری ندارم. برای جدول‌های فکری و منطقی باید با مداد ما حل بکنیم که جای اشتباه کردیم برگردیم پاک کنیم. ولی اینم در نظر بگیر اینقدر از اول کار قرص و محکم بریم جلو که نیاز به پاک کردن بعداً نداشته باشیم. من با این استدلال اینو رنگ کردم. برای اینجا این اتفاق میفته. من مطمئنم چه از بالا شروع کنم به رنگ کردن 5 تا چسبیده رو، چه از پایین، این 4 تا قطعاً رنگ میشن. حالا تکلیف بقیه رو بعداً معلوم میکنم. خب حالا منطق به من میگه برو سراغ اونی که 4. خب ببینید این دوتا اینجا الان رنگ شده، پس 4 تا به هم چسبیده، 4 تا به هم چسبیده قاعدتا باید چجوری باشه؟ یا باید از اینجا شروع بشه
یا باید اینجا باشه. دیگه اینجا نمیتونه باشه دیگه، چون این وقت این رنگ شده دیگه، پس از اینجا شروع نمیشه. پس یا 4 تا به هم چسبیده اینجاست یا از اینجا باید شروع بشه. به هر حال هر کدوم باشه این رنگ باید بشه. اینم از این. حالا باز منطق به من میگه برو سراغ اونی که 3 تایی داره. خب اینجا 3 تایی داره، از اینجا که قطعا شروع نمیشه که، چون این هم هستش دیگه. پس وقتی این 3 تا هستش قطعا باید اینجا باشه. اینم درست شد تا اینجا. حالا برم سراغ کجا؟ برم سراغ 1 و 3. اینم میتونه آیتم خوبی باشه برای ادامه کارم. نگاه کن، من از فرمول خاصی تبعیت نمی کنم، دارم هی قدم به قدم میرم جلو. منتها این مهمه دیگه که از این جدوله چقدر حل کنیم. هرچی بیشتر حل کنیم مهارتمونم بیشتر میشه. خب اینجا 1 و 3 داریم. طبیعتاً اون 1 اینجا نیست، چون یه خونه فاصله اینجا نمیافته که. چون ما بگیم اگر 1 رو گذاشتی اینجا باید حداقل یه خونه فاصله افتاده باشه. پس اون 1 خود همین باید باشه که حداقل یه فاصله اینجا بیفته و 3 تاش اینجا رنگ بشه. نگاه، هی داریم قدم به قدم جدول رو میبریمش جلو. حالا اگر خودت هم میخواستی اینو حل بکنی باید اینجوری فکر میکردی دیگه. حالا ممکنه دست اولت باشه اینطوری فکر نمیکردی، ولی الان که منو دیدی دارم اینجوری باهاش برخورد میکنم، تو حل جدولای دیگه این بهت کمک بکنه. خب چقدر لذت بخشه آدم وقتی اینا رو حل میکنه، به خصوص آخرش میبینه همه چی درست شد، واقعا کیف داره. اینجا حالا بیام سراغ 1 و 2. باز نگاه کنید، این 1 اینجا رنگ شده دیگه، حداقل یه خونه فاصله میخواد، پس 2 باید اینجا بیفته. حالا من الان تو قسمت‌های افقی اینجا فعلا کاری از دستم بر نمیاد. اینجا رو انجام دادم، اینجا رو انجام دادم، این انجام شده. 4 فعلا کاری از دستم بر نمیاد، اینجا هم کاری بر نمیاد. خب پس ببین اون چیزایی که مسلم بود و رفتم جلو. حالا برم تو قسمت عمودی. خب با این 1 فعلا نمیتونم کاری کنم، با این 5 فعلا اطلاعاتی ندارم. چه خوب شد 2 هم اینجا کامل شد. 2 اینجا کامل شده. حالا 5 رو کاری ندارم. اینجا 2 و 1. ببینید 2 تا به هم چسبیدش رنگ شده. حالا حداقل یه خونه فاصله میخواد، پس اون 1 یا باید بیاد اینجا قرار بگیره، اون 1ش، یا باید بیاد اینجا، یا باید بیاد اینجا. حالا کدومش؟ اینو اینجا بذارم یا اینجا بذارم؟ پیش خودم چی میگم؟ میگم اگر 1 رو اینجا بذارم خب 4 تام کامل میشه. ولی اگر 1 رو برم اینجا بذارم این درست میشه. اون وقت 4 تای این باید اینجا بیفته. پس باز هنوز الان اینجا مطمئن نیستم. برم سراغ اینجا. تو این قسمت 2 داریم. این 2 من یا باید 2 تا چسبیدش اینجا باشه یا باید 2 تا چسبیدش اینجا باشه. اینجا که نمیتونه باشه چون قبلا درست شده. پس حتما 2 من اینجاست. چه خوب شد. الان اینجا تکلیفش معلوم شد، شاید اینجا رو هم بشه کامل کرد. 1 هم اینجاست، حداقل یه خونه فاصله. پس باید برم سراغ این 2 کجا بیاد؟ این 2 تا به هم چسبیده. 2 تا به هم چسبیده قطعا اینجا نیست، چون اگر اینجا باشه این 2 این کامل شده بود دیگه. پس 2 تا به هم چسبیده باید بره اینجا. خدایا شکرت داره جدولم کامل میشه. هی دارم منطقی میرم جلو. خدایا چقدر خوبه، چه حس خوبی داره حل کردن اینا. 2 و 1 هم کامل شد اینجا. نگاه 1 این ورم هم کامل شد. حالا بریم ادامه بدیم ببینیم کجا رو دیگه کامل کنیم. 2 و 1 اوکی شد. 1 و 3، 1 و 2، 3، 4 و 1 هم مونده. آها الان 1 قطعا اینجا دیگه نیستش. بعد 1 اینجا هم دیگه نیستش. 1 اینجا هم دیگه نیستش. پس 1 باید اینجا هم نمیتونه 1 باشه. پس 1 خودشه. اینم گیر آوردمش. 1 خودشه. خب پس آقا جان بریم ببینیم که چه اتفاقی باید بیفته.
الان تو سطرای ما همه کامل شدن، فقط این 4 مونده. خب اینجا که نمیتونه باشه دیگه، اینو پر کردیم، پس 4مون اینجا کامل میشه. این 2 و 1 هم کامل شد. خدای جدول حل شد. یه بار دیگه چکش بکنیم. 2 و 1، 1 و 3، 1 و 2، 3 تا به هم چسبیده، 4 تا، یکی 5 تا، 2 تا به هم چسبیده، 5 تا به هم چسبیده، 2 و 1 و اینم 2 و جدول حل شد. چقدر کیف کردیم. به خدا من که لذت میبرم، انشالله که شما هم لذت ببرید. اگر میخواین نونوگرام رو بیشتر حل بکنید یا جدول‌های منطقی دیگه ای رو حل بکنید، توی کتاب 45004 من بالغ بر 200 عدد جدول، 10 مدل جدول مختلف هستش که میتونید از این کتاب این جدول رو حل کنید و لذت ببرید و به افزایش هوش خودتون کمک بکنید. برای تهیه این کتاب میتونید به این شماره پیامک بدید که راه تهیه‌اش رو خدمتتون اعلام بکنیم، یا اینکه به لینک خرید که زیر ویدیو براتون گذاشتم مراجعه کنید و اون رو از سایت تهیه بکنید. ان شاءالله که لذت برده باشید و موفق باشید.